سرخط خبرها. با ساکنان در تاجیکستان گفتند در یک وقت از 4 کیلووات زیاد برق استفاده نبرند. مقامات تاجیک از پورا اجرا شدن نقشه دعوت به خدمت حربی خبر دادند. سفارت امریکا در تاجیکستان اعلام کرد که به زودی معلومات درباره گرین کارت نشر خواهد شد. سلام بینندگان عزیز، در نخستین روز زمستان تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. مقامات شبکه‌های تقسیمات برق با ارسال پیامک به تلفن ساکنان از جمله در پایتخت هشدار دادند که اگر آنها در یک وقت از 4 کیلووات بیشتر برق استفاده برند، انتقال برق به خانه‌هایشان برای 30 دقیقه به طور خودکار قطع می‌گردد. این مراجعت به ساکنان ربط داشته است که از حسابگیرک یک فضا استفاده می‌برند. از استفاده برندگان خواسته شده است که در یک وقت از چند دستگاه برقی مثل درزمال و پیچ‌ها و ماشین‌های جمع‌شویی استفاده نکنند. مقامات ضرورت کم کردن استفاده برق را به کمشوی آب در دریاها ربط دادند که به گفته آنها به حجم استحصال آن تأثیر رسانده است. شبکه‌های تقسیمات برق در پیامک به ساکنان گفته است این چاره‌ها موقتی بوده به خاطر صرفه آب راه اندازی شدند. هفته‌های اخیر ساکنان زیاد در پایتخت از مشکل بی‌برقی و جاری شدن لیمیت شدید شکایت دارند. در بسیاری از ناحیه و منطقه‌های دیگری کشور هم ساکنان میگویند در یک شبانه روز همگی 1 یا 3 ساعت برق دارند. محترم رئیس، این ما شبکه برق اومدیم، این از سویتای خچان گریانه، این تماشا که این اینجا ما اومدیم، زور ما اینجا اومدیم، کودکای مایده داریم، نورجان داریم، در آشیانه بلند زندگی میکنیم، این ما اومدیم. محترم رئیس، اینا چی به قدر مردم غم میتن، عذاب میتن، می حالای ربی آشیان دامسازا را اجازه نتن برای دام ساختن. اینا بینه اینا ما اومد، اینا کار کسی ترانسفورماتر شو. اینا لینسکی رایون ساعت اینا قریب 6 دسته سویتا را حالی هم ندادیم. یک خلجار هست یک خلجارش نیست. این احوال بسویتا، این احوال مردم نیمش در درونای دادوهای کدسته. اینا شهر قشلاق نداره، مردم گریه داره، پشت در اومدین مردم گریه دارن، یکی پرهو ندارن. ای ساعت 8 سحر کشتن سویتا، ای ساعت 5 میتن 1 ساعت دادن گفت کشتن بعد ساعت 10 شد. در یک نامه دیگر که با امضای رهبری شبکه‌های تقسیمات برق به مقامات زیرتابع آن ارسال شده است، گفته شده است که برق توسط حسابکنک‌های هوشمند موافق نوبت و با ترتیب معین از سیستم بیلینگی خاموش کرده می شود. در این نامه که نسخه آن به شبکه‌ها راه یافت دستور شده است که برق کارخانه‌های دولتی و تشکیلات‌های بودجوی از ساعت 6 بیگاه تا آغاز روز کاری قطع شود. هشدار داده شده است که در صورت سرکشی از این دستور شخصان مسئول مجازات خواهند شد. شری کرم خدویف رهبری پیشین نمایندگی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در شهر خاروخ در زندان ففتیده است. در این باره اول شده از نامه‌نگار مستقل انوره سرکارова روز 30 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. دیرتر منبع‌های رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کردند که شری کرم خدویف به طور ناگهانی جان داده است. وی در محبس رقم 7 در شهر دوشنبه نگاه داشته می‌شد. مقامات هنوز در این باره شرحی ندادند. یک منبع آگاهی رادیوی آزادی روز 30 نوامبر گفت سبب رسمی مرگش هنوز معلوم نیست. چند پیش نزدیکانش به عیادت شری کرم خدویف رفته بودند و به گفته آنها یگان دشواری نداشته است و باید تا 5-6 ماه دیگر آزاد می شده است. انوره سرکار و با تکیه به منبع‌های به گفته‌اش باوربخت نوشت که شری کرم خدویف چند ساعت پیش از مرگ دچار ضعف ناگهانی، دل به حضوری شدید و قیقونی شد. با این وجود مقامات زندان به محبوس سیاسی یاری پزشکی ضروری نرسانده است. گفته است وی شری کرم خدویف سال 2012 بازداشت و به 14 سال زندان محکوم گشته بود. وزارت مدافع تاجیکستان از پورا اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی ساکنان به ارتش خبر دادند. این نهاد با نشر اطلاعیه روز 29 نوامبر گفت نقشه دعوت در ولایت‌ها و تمام شهر و ناحیه‌های کشور پورا اجرا شده است.
دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان از 1 اکتبر آغاز شده بود. وزارت از چند ولایت و ناحیه برای اجرای پیش از مهلت نقشه توصیف کرده است. این نهاد تاکید کرده است که با تلاش کمیسیاهای دعوتی شماره جوانانی که اختیاراً به ارتش می‌پیوندند سال تا سال زیاد می‌شود. این در حالی است که این دعوت هم شکایت از سربازشکار کم نبود. ساکنان از شهر و منطقه‌های کشور از ابله و فشار مقامات ناراضگی می‌کردند و چند حادثه بازور و مجبوری به خدمت بردن جوانان هم به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. از جمله در ماه اکتبر امسال نوار پربحث شد که به گفته مؤلفش لحظه ابله یک جوان در شهر کولاب است. وزارت دفاع تاجیکستان در واکنش گفت حادثه سربازشکار نبود بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر بود. اما نزدیکان جوان می بازداشت شده دست داشتن او در فروش مواد مخدر را رد کرده بودند. یک شرکت زیرتابه الفابت که به ساختن ماشین‌های برقی بی راننده مشغول است ماه نوامبر فعالیت خود را در شهرهای گوناگون آمریکا از جمله بزرگ شهرهای مثل لس آنجلس، سان فرانسیسکو و فینیکس گسترش داد. آموزش‌های اخیر نشان می‌دهند که توجه به تاکسی‌های بی راننده زیاد شده است. گزارش خبرگزاری رایترز را در این باره همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کند. این ماه ویمو فعالیت خود را در ایالات متحده آمریکا وسیع‌تر کرد. در شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو و فینیکس خدمات تاکسی بدون راننده به راه مانده شد. ویمو الکی در چند منطقه سان فرانسیسکو کار می‌کند و فعالیت خود را در سان خوسه گسترش می‌دهد. تقریباً یک سال اخیر ماشین‌های ما بدون حضور راننده در شهرهای فینیکس، سان فرانسیسکو و لس آنجلس حرکت می‌کردند. اکنون ما مسافران را در این ماشین‌ها قبول می‌کنیم. نماینده شرکت میگوید که همراه با ناظرانی راه و خدمات امنیت محلی قاعده‌های نوی حرکت در راه‌های بزرگ را ترتیب دادند و ما همچنین خدمات رابط تاکسی را در مینیاپولیس، تامپا و اورلیان نو به راه می‌ماند. شرکت همچنین به استفاده این گونه ماشین‌ها در میامی شروع کرده است و ما نقشه دارد که خدمات رابط تاکسی‌ها را هفته‌های آینده در دیگر شهرهای آمریکا راه اندازی کند. ویمو شرکت زیرتابه الفانت است که مالک گوگل می باشد. معلومات‌های اخیر نشان می‌دهد که توجه به ماشین‌های بدون راننده بیشتر می شود. روز 25 نوامبر ایلان ماسک اعلام کرد که تعداد ماشین‌های بدون راننده شرکت تسلا در شهر آستین در ایالت تگزاس 2 برابر زیاد می شود. تاکسی‌های بدون راننده ماه ایون در شهر آستین به کار سر کردند. وزارت امنیت داخلی آمریکا یک شهروند دیگری افغانستان را با گمان تهدیدی ترکاندن بنای در تگزاس بازداشت کرده است. تریشیا مکلافلین یاور وزیر امنیت داخلی آمریکا روز 29 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس او را محمد داوود الوکوزی معرفی کرد. وی نوشت الوکوزی در یک نوار در تیک تاک تهدید کرده است که بنای را در منطقه فورت وورث در تگزاس خواهد ترکاند. مکلافلین گفت که این گمانزد یک روز قبل از حمله رحمان الله لکنوول یک شهروند دیگری افغانستان به 2 سرباز گارد ملی آمریکا بازداشت شده است. لکنوول را روز 26 نوامبر با اتهام تیراندازی به 2 سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن دستگیر کردند. این حادثه باعث گردید که آمریکا درخواست مهاجرت افغانها را به ایالات متحده بازدارد. سفارت آمریکا در تاجیکستان اعلام کرد که به زودی درباره برنامه دیوی 2027 یا دوره نوبتی آزمون گرین کارت معلومات داده می شود. این نهاد با نشر بیانیه روز 29 نوامبر به ساکنان هشدار داده است که احتیاط کنند و به میانروهایی که ادعا دارند ثبت نام الکی آغاز شده است باور نکنند. سفارت همچنین تاکید کرده است که حکومت آمریکا با قلابی و مهاجرت غیر قانونی مبارزه را آغاز کرده است. به اطلاع این نهاد روزهای نزدیک طریق سامانه‌های رسمی ایالات متحده درباره ثبت درخواست برای گرین کارت معلومات داده می شود. این نهاد تاکید نموده است که کاربران باید فقط به سامانه‌های باور و تکیه کنند که در آخرش نوشته گو دارند. در این قسمت برنامه بخش یک روز تاریخ را می‌بینیم. خرامان بقازاده مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 دکبر را خلاصه می‌کند.
1 دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور تولد شده است. شیرینشاه شاه تیمور در یک صف با عبدالرحیم حاجیبوف، نصرت الله مقسوم، چنار اماموف و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهمگذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیت کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور 27 اکتبر سال 1937 با اتهام فعالیت‌های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرینشاه شاه تیمور بیگناه اعلان شد. 1 دکبر روز بین‌المللی مبارزه با ویروس ضعف مسئولیتی بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناکترین بیماری‌های قرن 20 می‌نامند که بار نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شمار آلوده شده‌ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13000 نفر حساب شد. اکثر این بیماران با یاری سازمان‌های بین‌المللی معالجه می‌گیرند. از 1 دکبر سال 2012 در روسیه برای به کار درآمدن خارجی‌ها دانستن زبان روسی حتمی شد. این قراری که آن را پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده بود، مخصوص برای مهاجران کاری ایجاد شد. ندانستن زبان روسی یکی از مشکلات جدی بسیار مهاجران جوان کارجوی تاجیک میباشد که برای تأمین حقوق آنها مشکل ایجاد میکند. و ارزش دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان کم پایین رفته است. 100 دلار آمریکایی 918-920 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی امروز به 118 سومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 1 دکبر چنین تعیین شده است. رسیدیم به پایان برنامه. سپاس برای همراهی و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه azadi.org یا صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. اگر شما هم پیشنهاد یا خبر و گفتنی دارید به ما نویسید. خیر، تا ملاقات دیگر.